کتاب یک رکن مهم تمدن بشری و جزء جدا ناپذیر زندگی انسان است. از اینجاست که مردم عالم با عرض احترام به گنجینه معنوی نیاگان کتابها را در خزینه های ملی خیش نگهداری می کنند تا نسل های امروزه و آینده از آنها برای رشد و کمالات معنوی خود استفاده برند. بزرگان علم و ادبمان خیلی بجای گفتند که خانه بی کتاب مثل روزی بی آفتاب است. از این رو ما منبع در برنامه فرهنگی معرفتی مخزن خیرات در خصوص کتاب‌های تازه نشر و نادر و ماندگار و جاودانه اهل علم و ادبمان صحبت خواهیم کرد تا در پای برجا نگاه داشتن سنت کتاب و کتابداری و کتابخوانی نسل امروز و فردای ملت سهم گذار باشیم. حالا به معرفی نامه کتاب نگرید که در برنامه امروز آن را بر رشته تحقیق کشیده ایم. آزادی و استقلال ملی. منوگرافیای مذکور به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بخشیده شده در آن سمت‌های مختلف آزادی و استقلال تحقیق یافته نظریه، ماهیت تاریخی و سیاسی آزادی، استقلال سیاسی و دستاوردهای ملی بررسی گردیدند. همزمان در زمینه پیام‌های پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان زمان صاحب استقلالی همچون برنامه استراتژی تحلیل شده است. مؤلف در پرتو ملاحظه های استقلال خواهی اندیشه های خود را در تحکیم دولتداری ملی بیان نموده استقلال سیاسی را برای ملت تاجیک همچون دستاورد بزرگ عصر معرفی می نماید. این چونین در منوگرافی از نشر یکم و دوم اثرهای مؤلف وابسته به استقلال و منفیت‌های ملی استفاده شده است. منوگرافی برای دایره وسیع خوانندگان، جامعه شناسان، محققان و اندیشمندانی که به آزادی و استقلال ملی توجه خاص دارند پیشنهاد می‌گردد. با قرار شورای علمی تاب و نشر اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان از 4 دکبر سال 2023 تحت رقم 69 به نشر توصیه شده از سوی نشریات دانش با فراگیری 380 صحیفه سال 2024 چاپ گردیده است. مؤلف کتاب پروفسور عضو وابسته اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان محمد عبدالرحمن. آزادی و استقلال ملی نامگذاری شدن کتاب یا منوگرافی زیر نظر ما ریشه علمی، تاریخی و فلسفی دارد. به قول مؤلف کتاب پروفسور محمد عبدالرحمن مضمون و محتوای کتاب برگرفته از دستاوردهای زمان صاحب استقلالی کشور، دستاوردهای نادر تاریخی و احیای دیگر باره ملت و دولت تاجیک می باشد. از همه موضوع مهمی که وقتای آخر من در کارهای تحقیقاتی بردم این موضوع آزادی و استقلالت ملی می باشد. 5-6 کتابی که در این وقت نوشتم در پاورق اول همش به مناسبت 15 سالگی استقلال تاجیکستان، به مناسبت 20 سالگی استقلالت تاجیکستان، به مناسبت هر یک جشنی که به استقلال است این کتاب ها بخشیده شدند و این برای آن که توجه خواننده را جلب کنیم که ما باید که تمام دایره و مفهوم هایی که درباره استقلالیت هستند آنها را ما باید که دانیم. از این نقطه نظر من خواستم یک منوگرافی نویسم که این منوگرافی هم منوگرافی باشد که در مکتب‌های عالی مثلا استفاده برده شود، هم در مؤسسه‌های تحقیقاتی استفاده برده شود و واقعا اگر شما شناس شده باشین به این کتاب بسیار نوآوری‌هایی هست که در علم تاجیکی امروزه جنبستی همه نقطه هایی که در
مثلا ایرانی ها دارن، روس ها دارن، انگلیس ها دارن، دریافت کردن ممکن است. مؤلف در نخست صفحه کتاب یا منوگراف خود آزادی و استقلال ملی عکس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را با اقتباس از سخنرانی هایشان درج کردند که چنین است: آزادی و استقلالیت در هر دور و زمان نعمت بی‌بها و والای حیات انسان، نشانه برجسته سیما و تشکل تاریخی، کفیل پیشرفت، رمزی اصالت و هویت، شرط بقای ملت و پایداری دولت می باشد. گذشته از این، استقلالیت مظهر ایدئال و آرمان‌های تاریخی، شناسنامه بین المللی، ضمانت هستی واقعی و شرافت و اعتبار جهانی ملت است. قبل از مقدمه کتاب که پدیده نو در تالیف کتاب و کتاب نویسی دانسته می شود، مؤلف محمد عبدالرحمن درباره پرچم ملی اسه را با عنوان پرچم رمزی آزادی و استقلال جایگیر کرده است. هر اون چیزی که من در کتاب گفتن نتوانستم در همین اسه گفتم. اسه یک چیزی ادبی و سیاسی هست که هر اون چیزی که نویسنده، شاعر، نمیدونم پژوهشگر میخواهد بگوید او را در اینجا گفته میتواند. در سیاست ادبیات آن را استفاده میبریم. برای همون وقتی که سخن درباره پرچم میرود، نام‌های گوناگونی که پرچم داشت، مثلا بیرق، مثلا علم و دیگر نام‌های داشت، همش در این اسه آورده شدند. اما در زمان سامانیا خودی همین پرچم ما چنان آزاده، چنان زر و زیور از سنگ‌های قیمت‌بها داشت که در جهان چنین پرچم نبود. در صفحه دیوم شما می‌بینید که اولین چیزی که به چشم شما میرسد این پرچم تاجیکستان عزیز است. این پرچمی که در زمان صاحب استقلالی ما صاحبش کردیم. خب این پرچمی که مثلا صفت سطحی آن معین کننده و معرفگری ملت صاحب تمدن تاجیک است. برای همین من فکر کردم که شاید همین اسه‌ای که در پیشگفتار کتاب من نوشتم، همین اسه برای خواننده عزیز یک چیزی بسیار پرخمار، یک چیزی بسیار وحدت آفر، یک چیزی بسیار عزیز باید باشد و همین طور هست. هر کسی که از این کتاب در دستش هست، اولین سوالی که به من می‌پرسد برای چه شما با جای پیشگفتار مثلا اسه نوشتین درباره پرچم ملی؟ آزادی که برای هر فرد بشر چیزی از همه مهم دانسته می شود، در کتاب آزادی و استقلال ملی خیلی خوب و موشکافانه تجلی یافته است. مؤلف همچنان قصه را هم در وابستگی به این موضوع به قالب منصور آورده است که خیلی جالب و در عین وقت ضروری می باشد. انسان و آزادی، هر یک انسان باید آزاد باشد، تفکری آزاد داشته باشد. از زیر سلطه دیگر دولت و کشورها باید که آزادتر باشد، یعنی آزاد باید باشد. حالا اون که آزاد معنای او رو ندارد که انسان آزاد است و هر کاری که بخواد بکند، این معنای او رو ندارد. از این نقطه نظر من فکر میکنم که اگرچه که تمام دستاوردها و زیبایی‌های دنیا با انسان وابسته که هستند، پس انسان باید خودش آزاد باشد. در کتاب یک مثال خیلی عجیب آوردم من. مثلا دو قفس، در یک قفس پرنده هست که بال و پر دارد اما قفس محکم است و پرواز کرده نمیتواند، یعنی که آزاد نیست. در قفس دیگر پرنده هست درش گشوده است و پرنده که بال و پرش شکسته است و بیرون میبراید با یک عذاب، اما با همین شکسته بال و پرش نگاه نکرده، این پرنده آزاد است. انا مستقلیت ما، صاحب اختیاری ما هم همین طور است. برای همین استقلالیت این یک مقدسات است که ما رو به سوی تفکر آزاد، به زندگی آزاد، به خود معین کنی آزاد برده میرساند. از این رو خودی همون چیزی که در بالا قید کردم که همون آزادی هست و تنها در اینجا نامش میمونن استقلال سیاسی. این یک چیز است. هر دولت
خلق و ملت به استقلال همچون وسیله یک زندگی آزاد و دموکراتی نیاز داشته و دارند. این است که پروفسور محمد عبدالرحمن در کتاب یا مونوگرافیای خود به این موضوع داخل کرده آن را کارشناسانه و از روی پرینسیپ های انسان دوستی و حیات پرستی به قلم داده است. بله، به دست آوردن صاحب استقلالی مشکل است، اما مشکلی نیست که مثل اونی که او رو چگونه نگاه می‌داریم. یعنی نگاه داشتن استقلال از به دست آوردن قیمت‌تر است. خب می شود در دوره های تاریخی مثلا در نتیجه انقلاب ها یا به طور دموکراتیک گذشتن یک کشور به کشوری دیگر به کشوری مثلا صاحب استقلال معین کننده اساسی خودی راهبریت و ملت و خلقیتی که در اونجا زندگی میکنند همینا هستند، صاحب استقلال هستند. اینا شکرانه از آن میکنیم که با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت و با دستگیری مثلا مردم شریف تاجیکستان نمونه صلح را به جهانیان معرفی کرده توانست. یعنی صلح تاجیکان یک سرمشق یا نمونه بزرگ برای به هم آوردن ملت ها شده توانست. البته این بزرگی خود ملت تاجیک است. در یک مدت کوتاهی که ما و شما شاهد آن هستیم، دستاوردهای نصیبی ما گشت که ما امروز افتخار داریم. شما تصور کنید که خود یک نابراغون، یک ساختمان بزرگ عصر که تکیهگاه بزرگ اقتصادی منبعه تاجیکستان عزیز می شود و دیگر دستاوردهایی که شما تصور کنید که چقدر مکتب و معارف و مثلا راههای ساخته شدنی، البته همش دستاوردهای زمان صاحب استقلالی است و ما افتخار داریم. به طور معلوم ما در زمان روند دیگرگون شوی و برخورد تمدن و فرهنگ ها قرار داریم و این دیگرگونی ها برمعلاست که به زندگی و ارزش های فرهنگی ما نیز بی تأثیر نمی مانند. میگوید مؤلف کتاب آزادی و استقلال ملی پروفسور محمد عبدالرحمن. یکی از مسئله های مهمی که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت امروز از همه زیادتر توجه دارد این سیاست فرهنگی است و واقعا سیاست فرهنگی سیاستی است که از دیگر سیاست های جهانی برتری دارد. برای چی؟ برای اینکه سیاستی متحد کننده است. این سیاستی هست سفربر کننده هست. این سیاستی است که رو به صلح و صلاح است. از همین نقطه نظر شما تصور کنید که چقدر چاره‌بینی های فرهنگی و سیاسی در کشور ما برگزار گردند. ایدی اصل، مثلا ایدی کتاب، ایدهای خیلی زیادی هستند که پیشتر مثلا همسایه کشورهای ما اینو فکر میکردن که برای چی ما این کار را میکنیم. امروز حتی در افغانستان همسایه کشور ما هم این ایدها در بازارها پیدا شدن آهسته آهسته. یعنی تأثیری جهانی شوی به همه جبهه‌های حیات ما رسیده ایستاده است و میرسد. از این رو ما در این کتاب بعضی حالت‌های را نوشتم و پیشنهاد کردم که هست ارزش‌هایی که ما اونها را باید که همچون گوهرک چشم نگاه بداریم از تأثیر جهانی شوی. در داخل همین مسئله جهانی شوی یکی از مسائل‌های مهمترین مسئله خب مدرنیزاسیون کنونی هست. همین مسئله مدرنیزاسیون را ما باید یک ذره استفاده بریم که به فایده ملت و کشور ما باشه. حفظ منفعت‌های ملی در جهان معاصر برای ما از هر وقت دیگر دیده مهمتر و ضرورتر می باشند، زیرا پایداری و استواری و جاودانگی هر ملت از مستحکمی و بیگزندی ارزش‌های ملیش منشأ می‌گیرد. وابسته به مهمیت این موضوع هم پروفسور محمد عبدالرحمن در مونوگرافیای خود آزادی و استقلال ملی موقع خویش را خوب انعکاس کرده است. همه چیزی که میگوییم وابسته و پیوسته است به منفعت‌های ملی. منفعت‌های ملی به سه گروه تقسیم می‌شوند: منفعت‌های مهم، منفعت‌های حیاتاً مهم و منفعت‌های بقاداری. کسی که این منفعت‌ها را
و دیگر ارزش هایی که در اونجا آزادی است، استقلالت است، دیگر است که همش در داخل همین میشوند. کسی که منفعت های ملی خودش را حمایت کرده توانست، عمر این دولت کشور زیادتر میماند. نوبسته از آن که تاثیر دیگر کشورها هم که باشد، یعنی منفعت های ملی منفعت هایی هستند که همیشه باعث احترام و اعتراف باید باشند. هر ملتی که منفعت های ملی خود را حمایت و حفظ کرده میتواند، آن ملت خودش را حفظ میکند، آن ملت وطنش را حفظ میکند، آن ملت کشورش را حفظ میکند، آن ملت تمام هستی یک ملت بزرگی که تشکل یافته ایستاده است آن را حفظ کرده میتواند. شناخت هر خلق و ملت در عرصه جهانی مقدم استقلال سیاسی و مستقلیت سرتاسری آنها می باشد که خوشبختانه مردم سربلند تاجیک از این نعمت بیزوال به خوبی برخوردار می باشد و این موضوع حیاتاً مهم در کتاب زیر نظر ما به طور گسترده و تحقیق و تحلیل همه جانبه بازتاب یافته است. خدا هر ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنویسد. با آن ملت سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. و واقعا این جواب اصلا به همین سوال شما است، لیکن من فکر میکنم که استقلالت واقعا توانایی یک کشور است، صاحب استقلاله، اما اعلام کردن استقلالت یک است، خب شناختن استقلالت دیگر است. مثلا وقتی که تاجیکستان استقلالیتش را اعلام کرد، امروز زیاده 192 کشور جهان استقلالت ما را شناخت و اعتراف کرد. استقلالت دو نمودی میشد که یکیش را مثلا اعلان میکنن، دیگرش رو اعتراف میکنن. اما کدام میشه که اعتراف کردن؟ این اعترافی است که در قطار دیگر دولت‌هایی که در سازمان ملل متحد هستند استقلال شناخته میشه. پروفسور محمد عبدالرحمن در باب هفتم کتاب خود به مهمیت پیام‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان همچون برنامه یا استراتژی توجه کرده و آنها را از چند لحاظ بر رشته تحقیق کشیده مهمیت آنها را به خواننده کتاب منظور نموده است. در پیام های پی در پی جناب عالی اول سر می شود مثلا از تحلیل اقتصادیات که ما در مدت یک سال چی به دست آوردیم، چند فایز پیش رفتیم، در کجا کمبودی هاییم، یک تحلیل خیلی جالبی اقتصادی می شود و بعد هم به فرهنگ و سیاست و دیگر جبهه های حیات ما رفتن می شود و در اکثریتی مثلا 2 پیام پس 3 پیام پس ما می بینیم که درباره نیک و احوالی مردم، سطح کم زیادی رو گم کردن و خب معاش زیاد کردن معاش مثلا کارگران، همین چیزا رو به چشم میرسند و از این نقطه نظر پیام های پی در پی جناب عالی از یک طرف اینها حساباتی سالانه هست که ما چیکار کردیم و چیکار باید کنیم، از طرف دیگر این یک استراتژی مخصوصی به هدف اساسی رسیدن است. مثلا در آخرین پیامی که بود درباره مثلا صنعت کنونی تاجیکستان بسیار مسئله های مبرم برداشته شده بودند و دیگر پیام دیگرش مسئله تکنیک و تکنولوژی بود. همینطور هر اون چیزی که در جهان معاصر پیش رفته ایستاده است، قبول کرده شده ایستاده است، آنها باید که در خود تاجیکستان عزیز هم مستقر کرده شوند. یعنی از این نقطه نظر من فکر میکنم که این نه تنها یک پیام بلکه یک حجتی مخصوصی، برنامه مخصوص، حجتی مخصوص برای پیشرفت و رشد تاجیکستان عزیز میشه. طوری به ما و شما معلوم است پشت هر نوشته و گفته و عملکرد هدفهای گوناگون وجود دارند و هدف مؤلف کتاب یا منگرفه آزادی و استقلال ملی پروفسور عضو وابسته اکادمی ملی علمهای تاجیکستان محمد عبدالرحمن یک است: درک ماهیت استقلال سیاسی. هر یک مؤلفی که یک کتاب می نویسد در پیشش یک هدف دارد. هدف اصلا برای چی است؟
هدف اساسی من شرح و بیان صاحب استقلالی، ارزش استقلالیت سیاسی کشور. باید که ما از مکتب تحصیلات همگانی سر کرده تا مکتب‌های عالی همه باید یک درس مخصوصی استقلالیت سیاسی و که استقلالیت دولتی داشته باشیم که مردم با مفهوم و ماهیت استقلالیت تاجیکستان عزیز سرفهم روند. مردم با ماهیت رمزهای سیاسی، تمام اتریبوت هایی که دولت داره که در زمان صاحب استقلالی ما به دست آوردیم سرفهم روند که این رنگش چی است، خب صورتش چگونه است، این مفهومش چی هست. خب باز این دیگر ارزش هایی که مثلا که قهرمانان تاجیکستان چه خدمت ها کردن برای به دست آوردن صاحب استقلالی تاجیکستان، این رو هم باید که مردم بداند. از این نقطه نظر من این مونوگراف رو برای آن نوشتم که پیش روی خواننده گشاده شود و وطن عزیزمان تاجیکستان عزیز رو دوست دارن و ارزش های اون رو همچون گوهره که چشم نگاه داشته تر. بینندگان عزیز، معرفی کتاب پروفسور محمد عبدالرحمن با نام آزادی و استقلال ملی تنها به خاطر گفتن و گذشتن نیست، زیرا تالیف چنین یک کتاب یا مونوگرافی مکمل و آن هم وابسته به آزادی و استقلال ملی که ماهیت اساسی زندگی با سعادت ما و شماست دستاورد اندک نخواهد بود. ما بعد مطالعه و ملاحظه کتاب مذکور به طور واضح می توانیم بیان داریم که کتاب و کتاب آفری از ابتدای حیات و تا کنون میراث ما بوده و هست. و کتاب آزادی و استقلال ملی که به قلم پروفسور تاجیک محمد عبدالرحمن متعلق است در حال حاضر نمونه بهترین اثر دانسته می شود.